آتش‌سوزی عجیب و غیر قابل باور خانه لطیفه عزیزی در کشور امریکا. گفتنی‌های لطیفه عزیزی برای تمامی دوستداران و طرفدارانش. حالت بد این دختر خانم، گریه لطیفه عزیزی به خاطر داراییش. لطیفه عزیزی چرا دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخته است؟ وی در کدام کشور زندگی می کند و مصروف چی کارباری است؟ لطیفه عزیزی توسط چی افراد حمایت مالی می شود؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. لطیفه عزیزی یک تن از دختر خانم های هنرمند با استعداد، موفق، چهره توانا و رسانه‌ای در میان رسانه های افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. لطیفه عزیزی با سرودن آهنگ های بیشمار در میان مردم افغانستان دوستداران خاصی برای خودش پیدا کرده است. این دختر خانم هنرمند مورد حمایت گسترده کارهای هنریش قرار می گیرد. وی با سرودن آهنگ‌های در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع شروع به کارهای هنر موسیقیش کرد، ولی توانست حمایت گسترده مردم افغانستان را برای خودش پیدا کند. بعد از ختم برنامه ستاره افغان هم کنسرت‌هایی در داخل و خارج از افغانستان برگزار می‌کرد. تازه تصاویر این دختر خانم هنرمند در صفحات مجازی دست به دست می‌شود که لطیفه عزیزی در کشور امریکا خانه‌اش عریق شده است. وی آواره به ایالات دیگر امریکا شده است و به همین دلیل می‌گریید. نشر تصاویر لطیفه عزیزی در صفحات مجازی موج انتقادات را به همراه داشته است. این دختر خانم هنرمند همیشه لباس‌های کاملا به دور از فرهنگ افغانی بر تن می‌کند و قرار است در فیلم‌های بزرگ امریکایی نقش ایفا کند. دلیل این که لطیفه عزیزی چرا دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخته است تا کنون معلوم نیست. اما لطیفه عزیزی در کشور امریکا زندگی لاکچری و خیلی مدرنی دارد. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این دختر خانم هنرمند از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. دوستداران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با طرفداران و علاقه‌مندان لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درودی دیگر، شما نازنینان را به الله منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.